خب بچه‌ها بریم سراغ بخش دوم از فصل 1 مدل سازی در فیزیک. خب پدیده‌هایی مانند پرتاب توپ، افتادن برگ درخت، تشکیل رنگین کمان، آذرخش و غیره ممکن است برای ما عادی شده باشه. بررسی و تحلیل آنها در فیزیک معمولاً با پیچیدگی‌های همراهه. به همین دلیل فیزیکدانان برای بررسی از مدل سازی استفاده می‌کنند. مدل سازی در فیزیک فرآیندی است که در طی آن یک پدیده فیزیکی اونقدر ساده و اونقدر آرمانی میشه تا امکان بررسی و تحلیل اون فراهم بشه. برای شناخت بهتر فرآیند مدل سازی در فیزیک حرکت یک توپ پرتاب شده رو بررسی می‌کنیم. شکل 1 3 الف این شکل رو داره میگه. خب ببینیم بچه‌ها این شکل اصلیه. یه توپی داریم که داره پرتاب میشه به این سمت و اینا اتفاقایی که داره روش میفته. چی میشه؟ ببینید توپ وقتی داره پرتاب میکنه خب توپ ممکنه بچرخه همچنان که داره پرتاب میشه دور خودش هم بچرخه. یه سری مقاومت هوا و نیرو و اینجور چیزا هم بهش از این سمت وارد میشه. ببینید اینجوری داره بهش وارد میشه. یکی نیروی گرانشه، یکی هم که خب جهت رفت خودشه، اینم که شد چرخشش، اینم که شد مقاومت هوا. حالا اگه بخوایم ما ذهنمون رو شلوغ نکنیم، یعنی لازم نیست ما همه اینا رو بیایم در نظر بگیریم. یعنی چی کار میکنیم؟ اون نیروهایی رو یا اون اتفاقاتی رو که دارن الکی شکل ما رو شلوغ میکنن و اونقدر تأثیر خاصی ندارن و حذف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم آقا ولش کن، این توپ اگه داره میچرخه دور خودش خیلی مهم نیست، من دیگه نمیام این چرخش توپو مثلا بررسی کنم. یا مثلا نیروی مقاومت هوا و باد و اینا رو میام صرف نظر میکنم. تمرکزمو میذارم روی چی؟ میذارم روی یکی جهت حرکت، یکی نیروی گرانش. من نمیتونم نیروی گرانش رو حذف کنم. خب اگه من الان اینو حذف کنم، این توپی که داره پرتاب میشه خب همینجوری میره دیگه. میفهمی منظورمو؟ دیگه نیروی گرانش اگه حذف بشه کلا یه مسئله جدا میشه، خیلی فرق میکنه. واسه همین میای اون اتفاقاتی رو که خیلی مهم نیستن حذف میکنیم و تمرکزمون رو میذاریم روی اون چیزایی که اهمیت بیشتری دارن. خب ببینیم اینجا نکته‌ای داره که با هم بخونیم. ببینیم مدل آرمانی توپ بسکتبال شده این که دارید می‌بینید. دیگه توپش هم نمیخواد توپ بکشه دیگه، یه نقطه گذاشته، خیلی سادهش کرده که راحت‌تر بتونه در موردش فکر کنه. نیروی گرانش وارد بر توپ ثابت است. توپ بسکتبال به صورت یک جسم نقطه‌ای یا همون ذره‌ای در نظر گرفته می‌شود. بریم ادامه متن رو ببینیم. اینجا همون چیزایی که الان من به شما گفتم داره میگه. ممکن است در نگاه اول بررسی و تحلیل حرکت توپ ساده به نظر برسد، ولی واقعیت برخلاف این است. توپ یک کره کامل نیست. یه سری درس‌ها و برجستگی‌هایی روی توپ وجود داره که در حین حرکت هم ممکنه به دور خودش بچرخه. باد و مقاومت هوا هم که روش دارن تأثیر میذارن و وزن توپ با تغییر فاصله از مرکز زمین داره تغییر میکنه. اگر بخوایم تمام این موارد رو هنگام بررسی و تحلیل حرکت توپ در نظر بگیریم، تحلیلمون خیلی پیچیده میشه. پس چی کار میکنیم؟ میایم مدل سازی میکنیم. میتونیم تا حدود زیادی این پیچیدگی‌ها رو کم کنیم و بررسی و تحلیل حرکت توپ را به طور ساده امکان پذیر سازیم. با چشم پوشیدن اندازه و شکل توپ اون رو به صورت یک جسم نقطه‌ای یا ذره‌ای در نظر میگیریم. همچنین با فرض اینکه توپ در خلا حرکت می‌کند، از مقاومت هوا و اثر وزش باد صرف نظر می‌کنیم. پس چی شد؟ این فکر کرده مثلا توی خلا داره حرکت می‌کنه، واسه همین میاد مقاومت هوا رو صرف نظر می‌کنه. سرانجام فرض می‌کنیم با تغییر فاصله توپ از مرکز زمین وزنش هم ثابته. اینک مسئله ما به قدر کافی ساده شده و می‌توانیم حرکت اون رو بررسی و تحلیل کنیم. دقت کنید بچه‌ها که هنگام یه مدل سازی که یه پدیده فیزیکیه باید اثرهای جزئی تر رو نادیده بگیریم. نمیتونیم اثرهایی که مهمن رو حذف کنیم مسلماً، نه اثرهای مهم و تعیین کننده. برای مثال اگر به جای مقاومت هوا نیروی جاذبه زمین رو نادیده میگرفتیم، آنگاه مدل ما پیش بینی میکرد که وقتی توپی به بالا پرتاب میشود در یک خط مستقیم بالا میرود. مثلا اگه نیروی جاذبه نباشه این توپی که رهاش کردیم تو میره دیگه. واسه همین باید اونایی که مهمن رو نگه داریم، اونایی که خیلی مهم نیستن رو حذف کنیم.
این تیکر هم بخونیم با هم. میگه که مکانیک یکی از شاخه‌های فیزیکه که در اون به بررسی حرکت اجسام و نیروهای وارد شده به آنها میپردازد. شکل زیر مثالی ساده از کاربرد مدل سازی در مکانیک است. توی فصل سوم بیشتر قراره با اینجور چیزا حالا کار کنیم. فعلا فقط اینو داشته باشین. یه آقاییه داره یه چیزی رو هول میده. بعد این طرف هم نیروی استکاکه. این نیروی خود این بنده خداست. این هم که نیروی استکاکه. دیگه ما نمیایم این شکل رو با هم دیگه چیز کنیم. میایم یه چیز این شکلی میکشیم که خیلی ساده تر باشه. این مثلا نقطه است. این مثلا اون جعبه‌ای که داره هولش میده. این نیرویی که این آقا داره وارد میکنه. این نیروی دستشه. اینم که نیروی استکاکه که برخلافه. حالا خودش گفته دیگه تو فصل سوم خیلی بیشتر در مورد اینجور چیزا صحبت میکنیم. خب بریم سراغ اولین پرسش این فصل. شکل الف بر اساس آنچه در علوم سال 8 در زمینه نورشناسی خواندید آمده است. اجزای این شکل را توضیح دهید و بگویید که در آن چه چیزی مدل سازی شده است. این مدل سازی چگونه در تشکیل تصویر در یک دوربین عکاسی به کار رفته است. خب شکل الف رو بچه‌ها نگاه کنین. می‌بینین که اینجا یه دونه لیزر داریم. بعد یه سری باریکه نور داره ازش خارج میشه. ما واسه یه فهم راحت‌تر این باریکه نور اومدیم خیلی ساده اینجوری پرتوهای نور رو نشون دادیم توی این شکل. نگاه کنین. سادهش کردیم. این در واقع جزئیاتش خیلی بیشتر از این هاست. یعنی ما اگه بخوایم باریکه نور رو واقعی رو نگاه کنیم خیلی جزئیات زیادی داره. ولی واسه فهم راحت ترش اومدیم مدل سازی کردیم. یه سری خطای ساده رو کشیدیم. برای فهم بهترش و بررسی راحت ترش به این صورت داریم بررسیش میکنیم. این از این شکل الف. شکل ب بچه این مهمه. اینجا دقت کنید. این یه چشمه نوره. حالا مثلا خورشید. پرتوهای فرودی. این هم همینطور مثل اون لیزره. خب قطعا رنگ و چیزای متفاوت و خیلی جزئیات زیادی داشته. ولی ما چی کار کردیم؟ اینجا اومدیم 5-6 دونه فلش کشیدیم که گفتیم آقا این پرتوها دارن به این سمت میان. خیلی سختش نکردیم و اینطوری اومدیم مدل سازیش کردیم. بعد بچه‌ها دقت کنین. اومده رسیده به این شکل. این شکل پرتوهای بازتابیشو داره چجوری بازتاب میکنه؟ نگاه کنین. با زاویه داره این کار رو میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثل پرتوهای فرودی اینجوری نیستش. چرا؟ چون این جسم یه جسمیه که تخت نیست، مثل آینه نیست که بخواد همینقدر صاف بازتاب بشه. بنابراین با زاویه این اتفاق میافته و توی این دوربین این شکل اینجوری دیده میشه. اینم از پرسش اول.